خاص گفتن یک چیز بد دارد. من در زندگی بسیار تجربه کردم. هنگام استودیم بودیم، یک همکورسم یک دسته شعرش آورد. بعد گفت که من شعر می نویسم. گفتم که بخوان. بعد سه تا خوان که من ارادای جزئی گرفتم. خیلی گفتم نجاش وزنش خیلی از اینجا من چنان رنجید که تا حال قطعا سخن نمیکنم. ای شاعری هم گذاشت شاید بر شاعری، لیکن با من یک عمق قهر کرد. برای همین از گفتن همین چیزای مشخص من میترسم. لیکن در عموم همین نویسنده وقتی که ابتدا میکرد نویسنده و مصلحت میتونم استادم که تو از حکایت سر کن. حالی با میگن از ترانه سر کن. خیلی نیست؟ یعنی همین خیلی توصیه میشود که گویا حکایت از همه ژانرهای دیگر نوشتنش آسان باشد. لیکن معلوم میشود که مشکل ترین ژانر نثری این حکایت است. چون که در واقع محتوا یک رمانه که در رمان تفصیل میتی باید مشخص کنکریت یک پارچه تی، برای همین مشکل است. در نوع شعر غزل همین است. غزل هم در نظر بسیار آسان میتابد. با جوانو شما بیشتر به غزل دل دادید، لیکن همین من به شما غزل این منبع تجربه شده نمیتونه. غزل آخری کار یک شاعر موفق شده میتونه. یعنی یک شاعر در همه ژانرها چیزای خوب میگه، خودش پخته میکنه، بعد به غزل میگذارد. چون که در غزل در هر یک مصرع نقص مثل همین آفتاب روشنه. یعنی تو اگر اندیشت پختگی نباشد، هنرت پخته نباشد، تو از نگاه نظری یعنی قوت نداشته باشی، غزل موفق نمیشه. یک عمر که گویی همیشه غزلت پر از نقصه. برای همین کمتر غزل نویسید، بیشتر به ژانرهای دیگر. چهار پاره تفصیل دارد. یعنی در اون شما میتونید که اندیشتون مفصل بیان کنید. اون تجربه خوب میشود. شعر نمایی هم همین است. باور کنید اگر استاد نیما غزل خوب میگفت همین شعر ایجاد نمیکرد. یعنی مجبور نه، اونا همین خیلی شد که دیدن که باید کار نو کنن، کاری کنن که همون خواسته هاشون بیان کنن. این کارش کار خوب بود. کار خوب بود، هرچند که شاگرداش بعد این کار با او طرزی که خودش میخواست دوام ندادن. هر کسی به هر راهی رفت و برای همین نمایی هم خوب است. لیکن نمایی که مثلا شما جوانو چند نمونه خواندید، این چگویم این پرحرفی است. برای اینکه نمایی از همه بیشتر با کنکریتیت یک پارچگی دوست می‌دارد. در چند سطر گفتن یک معنی بزرگ و خصوصا در خلاصش در دو مصرع یا مصرع آخر گفتن یک معنی برجسته در کار. یک پارچه باید باشد، اونا جدا کردن نمیشه. غزل ببینید یک بیتش میتوند از عشق کرد، یک بیتش جنبه اجتماعی باید نیست و هم یک پارچه باید هم مضمون مجسم باشد. اما وای میتونن مکتب تجربه باشد، چون که امکان بیشتر شما میتاد برای اندیشاتون ریختن. اما اون نمایی که در ما هست از استادای کبیر منصر کرده تا امروز یک پارچه نیست. یک دو سه نمونه میشه از آوردن. دیگه پرحرفی است، کشال دادن سخن است. غزل یعنی اگر شما خواهید که معنی های خواستهاتون در غزل میگوید، اول باید خودتون در این راه پخته کنید در سخن. چون که همین خیلی نمیشه غزل خوب گفته گوید که من با این غزل می نیستم موفق میشم، نمیشه. چند غزل خواندید هست، در بعضی ها خیلی همون استعداد خداداد هست، در بعضی ها اندیشه های زاینده هست، اما نقص نظری روشن است، در همه تون هست. چند اراده که گرفت، صبوری گرفت، استاد اینجا اشاره ها کردن. غزل چنان باید صفته باشه مثل دور، باید دیگر یک کلمه‌ش گرفته یک سو کرده، یک مصرعش رد و بدل کرده نمیشه. باید خیلی یک پارچه و یک قطعه بریم باشد که باید کم و زیاد کرده نمیشه. باید نه بیشتر قبول میکنه نه کم. یعنی آخری کار یک شاعر زبردست غزل است. اگر شما اهمیت داده باشید، بزرگای ما اکثرش بعد میان سالی، یعنی بعد پخته شدنشون و غزل پیچیدن. کارهای استاد لایق هم از ما بین کاراشتر میشه و غزل یک بار غزل نگفته است. اول از ژانرهای معمولی گفته است، آمده است و قریب یک بگیم که
اصلا یک قسم ایجادش اخیراً به غزل پیچید. استاد سال 79 در صدای شهر شد ولی غزل‌های بله مشق غزل تصور کنید استاد از سال 60 برآمده است، یعنی در بین نه کمتر از 20 سال تجربه ایجادی است که بعد جرأت کرده غزل نگفته از غزلگونه گفته است. مشق غزل است. اگر شما دوجه 100 غزل اولش با نام مشق غزل است، دعوای غزل نکرده، مشق غزل. استاد بزرگ بازار 3-4 غزل داره، لیکن اون غزل ها هر کدومش یک ادبیاتن، لیکن کی اون ایجاد کرده است؟ اخیراً 10 سال اخیر است غزل هاش، خصوصا وقتی در غربت بودن. شهرچند خودش مخالف غزل بود، میدونی از مکتب نادرپور، استاد نادرپور هم مخالف غزل است، لیکن بهترین غزل های ادبیات ایران نادرپور گفته است. نه زیادتر است اما موفق ترین غزل ها. شعری غزلی